تقریبا حدود 17 یا 18 سال میشه که مصرف همین کسب میوه فروشی هست. شکر است فضل خدا میشه، چی ناشکری کنیم. فضل خدا خوب است میشه کاروبار. یعنی حتی در روزهای عید متخفیف بسیار ویژه‌ای هم داریم. به نظر داریم برای مشتریای ما که از هر جایی که میخواین بیان می سودایی که کار دارن، میوه‌ای که کار دارن، ما در خدمتشون هستیم. میوه در کل از چند کشورهای مختلف میاد در اینجا، از جمله کشور ایران، امریکا، برزیل، فرانسه، ترکیه. میتونم مزبورتون در معرفی. ما از مارکت بین المللی از چوری تای مسکن مدرسه. در کل خود میوه افغانی خود ما و شما که مزه بیشترین بالاترین مزه را در تمام دنیا دارن. باز در متاسفانه ما خودمون سردخانه نداریم. از این کشورهای دیگه که میآید از جمله میتونید ببینید سیب ترکی و برزیلی و امریکایی و یا کسا تمامش کسا بسیار تازه می باشه. در فصلی که میوه خود افغانی خود ما شما می باشه بسیار یک میوه تازه، میوه گوارا داره. مالته مصری زیادتر فروخته میشه و سیب ایرانی، سیب چینایی، سیب برزیل، سیب امریکا و ترکیه ایرانی در کل زیادتر سودا. مشوره ما تو همین است که در کل از هر میوه میتونن استفاده کنن، زیادتر میتونن از مالته و سیب استفاده کنن که ویتامین بیشتری داره. من خودم شخصا هم تربوز میبرم، هم مالته میبرم، هم ناک میبرم، هم سیب میبرم، کیلا میبرم. همینطور یک دسترخوانی جور میکنم. بسیار زیاد ما افتخار میکنیم که در این کشور افغانستان از کشور افغانستان هستیم، در این کشور از در خدمت به هموطنهای خود هستیم. میتونیم یک مشکل یکی را برطرف بسازیم. مثلا یک مریض داره، میتونه تمام میوه‌جات از تمام مملکت‌ها در حال حاضر در این دکان موجود می باشه. یک مریضی داریم در چند وقت پیش انار آفریقا ایت پیدا نمیشه. چند وقت پیش یک مریض داشتیم، دکان ما در سایه کوته سنگیسه، این از دشت برچی آمده بودن، پشت از انار آفریقا آمده بودن. یک مریض داشت، بسیار دیگه مریضیش لاعلاج بوده، تمام جای پالیده بوده، پیدا نتونسته بودش که اومده که از اینجا به دست آورد. ما را افتخار میکنیم، ما را بیشتر که مصدر خدمت به هموطنهای خود هستیم. میتونیم یک چیزی را به دستشون مهیا بسازیم که سرگردان زیاد نشه. پیام ما با جوان همین است که تا که پیسه را سر دخانیات استفاده میکنن، سر می مواد مخدر استفاده میکنن، این پیسه را سر از اون مصرف نکنن. پیسه را سر میوه بده، سر خوراکه بده. این پیسه بی جای نیست. این پیسه ای را که تو سر دخانیات میتی، سر مواد مخدر میتی، این پیسه آینده تو را خراب میسازه.